میخوام برم تننه. بسلام منصور کجا؟ بمانید، فکر کنید خانه خودتانه. نه خیر برم ده خانه خود اونجا مخصبان نه. شب بخیر عمو منصور. این عمو منصور خارجی حرف میزنه؟ نه محض اطلاعتون بگم که ایشون به زبان قدیمی قلحکی صحبت میکنن که اولین زبانیه که بشر بهش سخن گفته. بله. شما یه چیزایی مثل که نمیدونی، من لازم براتون توضیح بدم. اولین نشانه هایی که از تمدن انسانی وجود داره در همین قلحک پیدا شده، مربوط به حدوداً 200,000 سال قبله، که شامل یه سری سلاح دستساز بشر بوده و یه مقداری استخون ماموت و ببرهای دندان خنجری معروف قلحک، معروف به اسمیلودونتوس قلحکوس، در همین منطقه بودن که بعدا معلومی به چه علتی منقرض میشن. ماموت ها هم در همین جا بودن. میدونی که قدیم ها یه سری یخچال های طبیعی بوده. دیرینه‌شناسان نمیدونن که چرا این ماموت ها همجوری بی خودی میرفتن سر یخچال. بعد به یه علتی که هنوز هم برای دیرینه‌شناسان ناپیداست، ماموت ها از توی یخچال راه میافتن، میرسن به دوراهی قلحک، همونجا نسلشون منقرض میشه. یه سریشون میرن آبشاردوقلو. حالا اهالی آبشاردوقلو برای ما مدعی هستن که ماموت‌های ما اما ماموت‌های شما بزرگتر، در حالی که ماموت‌های اونا شبیه بچه فیل بوده. فقط اینو بهتون بگم، ماموت قلحک. پدر جان میشه ازتون خواهش کنم که من برم توی اتاقم؟ بشین. پدر جان بشین. پدر خواهش میکنم. این فداکاری ها جهت حفظ باغمان است. چشم. جمشید خان. بله خانه والا. لطف کن زودتر نقشت را عملی کن، وگرنه از دو دنگ این خانه خواهیم گذشت و یک تیر در مغز نداشته این شیرماهی کودن خالی خواهیم کرد. درستش میکنم مظفر خان. مراد خان خیلی گرسنتونه ها؟ نه خیلی زیاد نه. دلت برای ولایت تنگ شده؟ نه خیلی. نه خیلی؟ نه من تو خزشت دیگه کسی ندارم، همه کسی کار من شمایی. پدر جان خواهش میکنم بذارین من برم تو اتاقم. بشین فروغ. اما مراد این وسط ها قاشق چنگال هم یه امتحان کنید. اولش سخته، بعد درست میشه. من امتحان کردم. ببینید فقط بهداشتم رعایت بکنی وقت مریض میشینا. نه مراد مریض نمیشه. مراد بدن قوی داره، مریض نمیشه واقعا. بهداشت مال آدم های ضعیفه. من دندونام این ملوس قویه. نگاه پدر خواهش میکنم برم تو اتاقم. خواهش. بشین فروغ. ببین مراد خان، برای شما که اونجا زندگی میکنید اصلا بهداشت ضرورتی نداره، ولی برای ما که در شهر بزرگی مثل تهران داریم زندگی میکنیم و پر از آلودگی و دود و دمه، در واقع بهداشت بسیار ضرورت داره. اتفاقا همین چند روز پیش مظفر خان به من میگفتن که میخوان هر چه سریعتر این باغ مخروبه رو بفروشن و در یک جای خوش آب و هوا زندگی کنن، جایی که به اصطلاح خیلی هواش خوب باشه و خوش آب و هوا باشه. و اینم در نظر داشته باشین که در این باغ که در محله قلحک هست بسیار سرب وجود داره و سربم خیلی سرطانزاه و همه ما یه روز از سرب سرطان خون میگیریم و میمیریم. یه بار ما تو خزرشار یه ماهی گرفتیم اینقدر. خب این چه ربطی داشت؟ خب ما وقتی ماهی میخواستیم میگیریم سرب به این قلاب میزدیم که سنگین بشه. جمشید خان کار سختی در پیش داریم. حلش میکنم. اون با من. وای پست خوب که نیستی. ببینی این قلمرات چطور این گاو میشی روی ظرف سالات فرود آمده تا شعاع سیمتریش هم سالات پاشیده. دیوانه کرد ما را. اون ماکارونی رو باز کن بری سواب جوش. چشم تو هنوز غذا درست نکردی. الان خانوالا ما را میکشد سر میبرد. جوش علکی نزن، ماکارونی 10 دقیقه حاضر میشه. تکنولوژی اینقدر پیشرفت نکرده 10 دقیقه ای نمیشه. چرا؟ حاضر میشه. میشه من خودش کنیم. چی کار میکنی؟ ماکارونی که نباید خورد بکنی، درسته بریز. درسته سخت نگیر بابا، خودش کنی. بدش به من، بدش اونا رو به من. بدش به من. تو این سوپو بگیر ببر سر میز تا سرد نشده. زود باش. الهی که این سوپ سرب داغ شود، نرود پایین از گلویم.
سوپ قارچی. قارچی. عجب نفسی داره این. مراد سوپ دوست داره و کاملا مشخص سوپ دوست دارن. میگم به من سبعی سوپ بدید، خوشمزه. مگر ما تیماردار خر شماییم؟ حیفنان هستیم تیماردار خر شما، تقصیر خودمان است که مدارک را رو کردیم. ما می رویم به خر شما سوپ بدهیم. مراد خواه شما تا اینجا با خرتون اومدی؟ بابا چی آمدی؟ خب بس حتما یه چند روزی تو راه بودین دیگه. نه با قطر 24 ساعت بیشتر طول نکشید. خب مگه نمیگه با خرتون اومدی؟ خر که تا اینجا میخواست بیاد جونش در میرفت. دو تایی با قطر اومد. قرارتون رو سوار قطار کردی؟ اولش نمیذاشتم ولی من به زور سوار شدم. اینو مادرم به میاد داده. نه زن داریم. خرشو سوار قطار کرده. اولش مقاومت میکردم ولی من به زور سوار شدم. تو تهران هم سوار اتوبوس که میخواستم بشم نمیذاشتن، همینطوری انجام شد رفتم. میگه خرشو سوار اتوبوس کرده. البته من براش بلیط هم خریدم. پدر جان میدونم دیگه اجازه میدیم برم تو اتاقم. بشین. فردا میخوام برم سینما. آخه من سال سینما نرفتم، خودم هم نرفتم. من باید اینو با بابام آشنا کنم. خیلی با شما به بابام خوش میگذره. قدر 8 نفر غذا میخورد این هیولاست یا اژدهاست؟ غذا چی شد پسته؟ حاضره. اون دیسو بده. حاضره. دم نکشیده که این دم کشیدن نمیخواد، همینطوریه. نمیخواد همینطوریه. آره. دستتان درد نکند پسته یک دیس جدا برای قلخان بکش. اون قد دیس بشقاب در عمرش ندیده. سس کجاست؟ سس نمیخواد، سس ماکارونی باید جدا سرو بشه، نریزی رو شاه. بله چشم. آره ببر. چشم. الهی چه قلقل بزنی. قل مراد. ماکارونی. این آشش هست پس آشش کن. عمو مراد این ماکارونی اسمش، خیلی هم خوشمزه است. نه من این غذا رو دوست ندارم، خوردنش سخته. کامران. بله پدر. شیوه صحیح خوردن ماکارونی را به ایشان یاد دهید. سری قبل ناهارخوری را به گند کشید. خب عمو مراد خدمتتون باید بگم که خوردن این ماکارونی اولا بدون قاشق و چنگال امکان پذیر نیست. شما چپ دست هستید یا راست دست؟ نمیدونم. پدر بنده رو معاف میفرمایید؟ ادامه بده کامران. چشم پدر. چنگال رو در دست راستتون بگیرین عمو مراد. پدر بنده رو معاف میفرمایید؟ ادامه بده کامران. بله. و حالا چنگال رو در دست چپتون بگیرین. بسیار خوب. حالا چنگال رو در ماکارونی میکنیم و همینجوری میچرخونیم. برایشان بکشید کامران. بفرمایید جلو. پدر جان من نمیفهمم چرا ما اینقدر داریم وقت تلف میکنین. خب یه پولی به این بدین بره از اینجا، من حالم داره به هم میخوره. پدر جان یه وقت شب نمونن. ببر فروغ خانم، این آدمی که من میبینم بهتر سر لج باش نیفتید. کسی که خرش را سوار اتوبوس میکند همون بهتر که رهایش کنید. تحمل بفرمایید. آقا من داشتم در مورد ترافیک وحشتناک تهران میگفتم. این روزها ترافیک بسیار وحشتناک و دیوانه‌وار است. درست میگم؟ باید خدمتتون بگویم که این ترافیک همینجوری که پیش بره همه رو سرسام میکنه و اصلا جای بحث نمیذاره. اتفاقا مصور تصمیم گرفتن که این باغو که مخروبه بیش نیست زودتر بفروشن و برن یک جای باصفا و دست این ترافیک رها بشن. نیست شرف به این قشنگی، آدم ها به این مهربونی. کجا؟ تهرون؟ من که تهرون رو تا دیدم عاشقش شدم. شما عاشق تهرون شدین؟ جای خیلی قشنگه. من جای شلوغ و دوست دارم. شاید هم یه زنی بستونم.
به پای هم پیرشی فروغ جون. پدر لال شو فروغ. یاد گرفتم. شهرام اگر کلاهبردار بود حداقل یک دو شخصیت داشت. خاک بر سر این قلمرا، خاک بر سر این جمشید با آن موهای بلندش. قلمراد خان داشتیم جایی تا نام انداختیم استراحت کنی.